کسی که نماز نمیخواند همیشه فکر میکند فقط نماز را از دست داده. اما حقیقت این است که او خیلی چیزهای دیگر را آرام آرام گم میکند، بیان که بفهمد چرا زندگیش قفل شده است. او شب میخوابد با 1000 فکر، صبح بیدار میشود با 1000 سنگینی. کارش را شروع میکند اما دلش با او نیست. قدم برمی‌دارد اما راه باز نمی شود. دعا می کند اما انگار صدا به سقف هم نمی رسد و نمی فهمد چرا. نمی داند آن لحظه هایی که باید خدا دستش را می گرفت، آن دقیقه هایی که باید دلش آرام می شد، آن ثانیه هایی که باید راه از آسمان باز می شد، همه‌شان در همان سجده هایی بود که هیچ وقت نرفت. کسی که نماز نمی‌خواند محبت خدا را نه به صورت قهر بلکه به صورت سکوت از دست می‌دهد. سکوتی که نه فریاد دارد نه اشک، فقط خفگی دارد. او می‌بیند بعضی‌ها با دل شکسته اما آرامند، با دست خالی اما امیدوارند، با درد زیاد اما سبک راه می‌روند. و از خودش می‌پرسد من چرا هر کاری میکنم گره هم باز نمی شود؟ چون خدا بعضی محبتها را فقط در نماز می دهد. آرامشی که هیچ قرصی نمی آورد. برکتی که با دویدن بیشتر به دست نمی آید. نوری که فقط وقتی پیشانیت را زمین می گذاری به دلت می ریزد. کسی که نماز نمی خواند هر بار که اشکش می ریزد، هر بار که خسته می شود، هر بار که می گوید دیگه بریدم، نمی داند خدا همانجا ایستاده بود و فقط منتظر بود بنده‌اش بگوید خدایا. نه حرف قشنگ، نه متن طولانی، فقط یک نماز. همین. و دردناکترین قسمت ماجرا این است خدا هنوز هم دوستش دارد، اما او جایی را ترک کرده که محبت خدا در آن جاری بود. اگر این متن دلت را لرزاند، بدان هنوز دیر نشده. سجده هنوز باز است و خدا هنوز منتظر است. اگر از این سبک داستان‌ها خوشتون میاد، کانال ما رو دنبال کنید.